بچه‌ها سلام. امروز اومدیم یه گان شو توی کالیفرنیا، یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های اسلحه که مردم میان اینجا هم خرید میکنن هم میبینن. بریم یه دور بزنیم ببینیم چه خبره. کلاً اگه شما طرفدار اسلحه هم نباشین، انقدر اینجا تنوع داره که آدم جذبش میشه. خب خیلی ها اینجا اسلحه میخرن برای امنیتشون، برای دفاع از خودشون، میذارن تو خونهشون. اگر هم کسی بیاد تو خونتون، شما حق دارین بزنید و از خودتون دفاع کنین و مجرم هم شناخته نخواهید شد. اگه در کل خیلی هم برای هدف زنی دارن سلاح ها رو. وقتی اینقدر در دسترسه آدم وسوسه میشه که بخره. تازه کالیفرنیا یکی از ایالتاییه که سختگیره روی اسلحه، خیلی کالیبرای اینجا فروخته نمیشه، ولی مجوز گرفتنش هم کار سختی نیستش و فقط یه بک‌گراند چک رو که بدونن شما خلافکار نیستین و اسلحه رو بهتون میدن. ولی خب حملش سخته، هر جایی نمیتونین با خودتون ببرین. قبلا هم گفتم اگه توی ماشین باشه توی کالیفرنیا باید اسلحه‌تون جدا بشه، یعنی به 3 تیکه مختلف تو 3 جای مختلف ماشین اسلحه رو نگهداری کنین. اینجوری نیست که شما پرش کنید و بزنید سر کمرتون برید بیرون. تا خیلی ایالت‌ها شما میتونید این کارو بکنید. قیمت هم که الان همچنان AR-15 خب اینجا خیلی طرفدار داره، $1300. توی کالیفرنیا شما سلاح اتومات نمیتونید بخرید و سلاح نیمه اتومات باید بخرید. این هم دخترون است. اینجا هم چه صدایی داره. البته این تازه ضعیفشه. اینجا داره تیشرت میفروشه، پرچم میفروشه. اینم رفیقمون. همه طرفدار ترامپ اینجا.